که حالا ما تماشا کردیم، ما البته به سوالهایی که در اینجا مطرح شد یعنی در صحبت با کارشناسان سیاسی برمیگردیم، ولی یک سوالی هست که میخواستم از جناب عطاالله پرسم که جناب کبیری گفتن که درهای پیمان ملی باز است. سوال این است که چرا شما پس همراه نمیشوید، وارد این سازمان نمیشوید؟ همپیشه عزیز، خواهش میکنم سخنی مرا تا آخر گوش کنید و هر زمان قیچی نزنید. خواهش میکنم. که من به همون جمله نقطه مانم. بفرمایید. اینجا دو مسئله. یکم تا آمدن نهضتیان و فرار نهضتیان و به اروپا رسیدنشان من تشنه اطلاع بودم. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه من گمان میکردم که گذشته به اینا سبق شد، اینا از این داد و گریفت ها، از این سودا ها، از این تجارت ها خسته شدن و شاید درک کردن که زندگی دیگر شد و ما به یک اتحاد نیاز داریم. اما برابر قدم اینها رسیدن به اروپا، اولین کاری که اینا کردن مبارزه برای از صحنه راندن، برای بدنام کردن دادا جان عطاالله و دیگر روشنفکران تاجیک بود. یک چیز دیگر بگذار که من مثلا آنچنانی که اینها میگویند بد هستم، این هستم، اون هستم، جاسوس هستم، فروخته شدم، بلای بتری زیادی دیگر، اما گناهی ببینید به خاطر آنکه خطا نامه را فراموش نکنم، حفیظ بابایی رو، سید محی الدین ادریس محمدیان، بختیار امینی، خیرالله میرسید و عبدالعظیم عبدالوهاب، اسفندیار نزار، گنجنه گنجاوه، هرنگول قادر و ده ها نفر دیگر که در اروپا هستند چرا به پیمان نپیوستند؟ و حتی اون دو نفری که از روشنفکران به پیمان پیوسته بودند چند روز پیش رسما اعلان کردند که آقایان روشن تیموریان و حکیم ربینپور که ما دیگر با پیمان نیستیم. یعنی این نشان میدهد که گناه در گردن کیست و بار این ننگ بر دوش کیست. گپ درباره من نیست، گپ درباره اصلا شخص نیست، گپ درباره عقیده و راه است. مثلا شخصا من یا یاران من ما نمیتوانیم به یک حزب همراه شویم که از نام ملت، از نام پیمان که با ملت پیمان بسته است و نمایندگی از ملت میکند، مردم از روی اون بها دید که این قرلوغ است و این چهرهش ترکی است و این چهرهش لقی و بلای بتر. ما نمیتوانیم با حزب یا گروه همراهی کنیم که دست نشانداد خواجگان خارجی باشد. ما نمیخواهیم با حزب همراه باشیم که در سخن یک چی میگوید و در عمل دیگر کار میکند. ما نمیخواهیم همراه حزب باشیم که خوجه‌اینش، من عادت کردم که حقیقت را بگم، خوجه‌اینش سپاه پاسداران ایران باشد. حالا ببینید، بیاید برمیگردیم به سوال کارشناسان داخلی تاجیکستان. میگویند که حکومت در این حالت میان شماها اختلاف برمیانگیزد. شما اینو قبول دارین جناب عطاالله؟ میدونید همین یک بین تاجیک‌ها یک وای دارن، یک عادت خلوب یا اون گپ شدن ما جنگ نفتن. شما مگر سگ است پیش ما جنگ میاندازن؟ فقط سگ‌ها میتونن جنگ میاندازن. اما شخصیت های انسان های آدمایی که راه خودش دارد، پیروی خودش دارد، یگان حکومت، یگان کس نمیتواند که از راهش گرداند. این وقتی که آقای کبیری واقعا یا اون اکسپرتا که دست حکومت هست، بابا خودی همین رقیب من چند سال در بستر حکومت بودن، چند سال بهترین تجارت در تاجیکستان داشتن، بهترین زندگی در تاجیکستان داشتن، عضو دو نوبت عضو پارلمان بودن. در کجا منطق است که از یک جهت میگه این کشور فساد زده است، در اونجا بیزنس میکنی، میگه که این کشور دموکراتی نیست، در اونجا تو عضو پارلمان نشوی.